مصطفی محمود یکی از مفکران و دانشمندان عالم اسلامی میگوید خطایی‌ها برای از دشمن حمایه کردن خطای در گرد خطای در اطراف خطای دیوار بلند بنا کردند. همون دیوار خطایی که تا امروز سیاحان زیارت میکنند، تماشاش میروند، همون دیوار را بنا کردند. ولی بعد از بنا کردن آن دیوار اثنای 100 سال 3 مرتبه به ممانعت دشمنان خطای به خطای هجوم کردند. آنها دیوار را نشکستند، یگان کار انجام ندادند. آنها همون پاسبانایی که در نزد همون دیوار در نزد دروازه می ایستادند به همانها رشوه یک پاره دادند و آهسته به خطای وارد شدند. خطایی ها با بنا کردن دیوار مشغول شدند، اما بنا کردن انسان را فراموش کردند. و یکی از مستشرقان غرب میگوید برای یک امت را، برای یک فرهنگ را از بین بپره بردن 3 کار را باید انجام داد. اولش این که عائله را از بین میبری، عائله را ویران میکنی. دومش این که تعلیم را از بین میبری و سومش این که پیشواها و شخصان نمونوی و سرمشق و الگو را قدر و قیمتشان را پایمال میگردانی، یعنی از بین میبری. و در دوامش میگوید اگر خواهی که عائله را از بین بری، مادر را همچنان میکنی که تربیه فرزند را و اینچنین زنی که در خانه می نشیند آن را قدرش را پست میکنی. و زنها وقتی در خانه میشینند با خودشان نفرت میکنند که من در خانه نشستم، در کنج خانه. و وقتی با تربیه فرزند مشغول میشوند همین خیلی فکر میکنند یا گمان میکنند که گویا یگان کار انجام نداده ایستادند و نتیجه به خود نفرت پیدا میکنند و وظیفه مادر از بین میرود و عائله از بین میبرد و عائله از بین میرود. این اولین وسیله است. دومین وسیله تعلیم را از بین میبری. گفت برای این قدر معلم را در جامعه پست میکنی. معاش معلم پسترین معاش میشود و مکتب های خصوصی زیاد میشود و طلبه ها برای خواندن در این مکتب پول زیاد میدهند. وقتی پول میدهند معلم قدرش در نزد آنها پست میشود و قدر و قیمت معلم در نزد طلبه هاش و در نزد دانشجوها از بین میرود. و اینچنین با هر وسیله دانشمندا، عالمان جامعه و انسان‌های پیشوای جامعه هستند، پیشوای محله هستند و انسان‌هایی که سرمشق جامعه هستند، همه سخن آنها را گوش میکنند و برای مشورت نزد آنها میروند، آنها را بدنام میکنه. امروز ببینید از آینه نیلگون و یا از هر وسیله بدنام کنی پیشواها، بدنام کنی شخصان نمونوی و قدر و قیمت یک انسان عالم، دانشمند یا ملا از بین رفته است. اگر این 3 شخص، مربی اول که مادر است و اینچنین معلم که مربی طلبه ها است و اینچنین یک شخص عالم، شخص دانشمند که جامعه را برای راست هدایت میکند، این 3 نفر از بین رود، جامعه را و آن نسل را کی تربیه میکند؟ و این چیز و این نقشه در جامعه های ما و شما متاسفانه جاری کرده شده ایستاده است و خداوند ما و شما را هوشمند کند و جامعه ما و شما را هوشمند گرداند. این یک یادرسی بود از کتاب دانشمند و مفکر اسلامی مصطفی محمود.